و حالا این در رو الان مثلا فرض کنیم ماشین که برقش قطع شد درش دیگه وا نمیشه؟ درش دیگه باز نمیشه، ولی خب وقتی که برقش بیاد این دکمه رو تعبیه کردن براش میزنین، دراش مثل خود این نمونه با خود لافراری اپرتا فرقی هم نداره، حتی ابعادش تا جزئیات تیکه تیکش همه برابره، درا میاد بالا، حتی قسمت موتور هم مثل خود لافراری اپرتا میاد بالا. بله خیلی قشنگ درست شده. اینجا کامل جکی نکنه دیقا با ما باشم از همون جا آوردن روی این بسته این حتی فرمی روشا. نه اینا بچه‌ها مقیاس 1:18 شو داشتن، دونه دونه طی 5 سال ساختن، تیکه ساختن و تک تک قالباشو دارن. یعنی کسی که اینو بخره تک تک تیکایی که بشکنه نمونه‌هاش هست و میتونه دوباره بسازه. حتی خود شیشه های مخلص بود تا تک تک اجزای این ماشینو همه قالباش هست. شاسیش مالی چه ماشینی؟ شاسیش منکوکه که در اصل میشه همون مال خود فراری اپرتا و تمام این فیبروکربناش هم همه اصلیه. وزن ماشین فکر کنم نزدیکای 1 خورده‌ایه، حتی این ساخت کورس کمکاش، ساخت دیسکاش و موتورش چیه؟ موتورش ماکسیماست که در همون عقب اصطلاحاً بهش میگن موتور وسط قرار گرفته. وسط این. بله. الان در عقبش هم برقیه؟ در عقبش برقیه. این حتی این بال فابریک لافراری اپرتاش هم برقی میاد بالا، جهت اون اصطلاحاً بهش میگن فشار جی. این آجه رو اینجاست. حالا که قابه زیرش زیرش ماکسیماست. بله. وقتی محور عقبه؟ محور عقبه بله. که قشنگ آوردن رو محور عقب. اصلا قشنگ طراحی شده. جنسش هم از این جنس بی خودی یا نیست. 3 بار 4 بار اینو ساختن، طراحی کردن با ظرافت، حتی رنگش رنگشو کامل آقای مخلص پور از دبی همون رنگ خود فراری لافراری اپرتا که توی فکر می‌کنم وان فرست موتور هست تو دبی یه دونه داره ازش. بله. خب اینا چرا نمیره رو تولیدش کار کنی؟ این ماشین اینجا میخره. این الان این پلاکو که گرفتن آقای مخلص پور برای همین نمونه تولیده. خب که استاندارداش هم دارن میگیرن جهت تولید. دیگه نمونه اولیه است تا انشالله بره مراحل بعدی و گرفتن این پلاک هم بسیار سخت و زحمت‌دار بوده که بچه‌ها گرفتن، ولی جزئیات ماشین و تک تک اجزاش بسیار با دقت و جزئیات کامل ساخته شده. وقت چندین خرج برداشته تا این درست شه؟ والا به گفته خودشون که طی این 5 سال‌ها زمان براش گذاشتن مثل نزدیک 15-16 میلیارد خرج چند سال طول کشیده؟ 5 سال طول کشیده. بعد تمام چراغ‌های داخل ماشین، چراغ چکاش، خط تک تک اجزاشو داخل ساخته. آقای تهرانی اگه این ماشین بیان ما این شرکت خودروسازی داخلی قرارداد ببندن، اینا مثلا دونه 4-5 تومن در بیاد تولید هم بشه مردم فرت میخرن. بله خیلی قشنگه. چرا دیگه کاری نداره؟ سوپرکار ایرانی تولید کنه. آره به قرون قشنگه. خیلی زحمت کشیده شده. قشنگه. خیلی 15 تومن 5 سال طول کشید. بابا نمونه اولیه‌اش اینجوری ساخته میشه. بعد نمونه اولیه‌اش زمان برده. شرکت ها همینجور از اولیش هم 100 میلیارد آب می‌خوره. بعد کارخونه اینا اگه در اختیارشون قرار بدن دیگه امکاناتشون بیشتره، سریع‌تر میشه، قشنگ میشه. خیلی قشنگ. بریم تا بریم دیرمون شد. اینم دیگه برای گلی کار. موفق. دست شما